چطور هستین کاکا یلماز؟ زنده باشی بچیم. دوایتان آوردم. یلماز بچی، من از تو یک خواهش دارم. شما امر کنین کاکا یلماز. یوسف دی اواخر چندان خوب نیست. میفهمم کدام مشکل داره، اما به خاطری که جگرخون نشون به مام چیزی نمیگه. اما مام یک پدر هستم و به تشویشش هستم. لطفاً چشمایت از یک لحظه هم دور نساز بچیم. شما تشویش نکنین کاکا یلماز. اگه میخواست جایی بره خودت ببرو بیارش. مرام در جریان بان. درست است؟ درست است. بچه شم کاکا یلماز. اگه کدام گفتنی دیگه ندارین من دیگه میرم. یلماز بچیم. او را به غیر سو به دیگه کس امانت داده نمیتونم. های خوابیده نتونستی یلماز خان؟ اما حقم داری. از دست ای سر و صدا کجا خوابت میبره؟ اما میفهمی چی؟ یک جشن و یک پذیرایی بود که تمام مهمانا خنده کده اینجا را ترک کدن. حمیده، خوشی مردم یک طرفوان و ایره. برم بگو که در بین خانوادی ما چی جریان داره. ای دیگه چی معنی یلماز خان؟ تو خودت بهتر میفهمی. چی رو او از کجا باید بفهمم؟ کسی برات چیز گفته؟ از گپایت معلوم میشه که من غلط حدس نزده بودم. یوسف کدام مشکل داره؟ همه تو نیست؟ یعنی تو هیچ چیز نمیفهمی و فقط حدس میزنی اما ترس؟ از یوسف پرسیدم و گفتم که بچیم تو چی شده؟ کمی هاشه روی کرد اما هیچ چیز نگفت. از همین خاطر مام حال از تو میپرسم. با دیگه یلماز خان باور که هیچ گپ مهم نیست. این موضوع طفل که اصنی بیچاره را بسیار متاثر ساخته. شاید هنوزم آماده نبودن. در ضمن گپ بین ما باشه. همراه باده به خاطر نجات یافتن از او دختر ازدواج کرد. خودت هم میفهمی، یعنی تمام مشکلات از همینجا سرچشمه میگیره. در قصهش نشو، همه چیز خوب میشه، تو تشویش نکن. خدا کنه طفل به خیر تولد شوه. یوسف که او را در آغوش گرفت قلبش نرم میشه. باز بیبی که چقدر به خانم، طفل و خانوادهش ارزش قائل میشه. راست میگم. پس میگین که به مادر خود دل میسوزانه ها؟ پس چی دیگه دختر؟ میگه مشکل است و دیگه چیزی نمیگه. دختر آسان خو نیست. از یک طرفی همه ظلم هایی که در حق تو شده، از دیگه طرف زندانی شدن مادرش. او نمیتونه تصمیم بگیره که در بین شما کی رو انتخاب کنه دخترم. با این گپایتان اعصاب خود از دست خواد دادم. نمیفهمم یوسف چری قسمی میکنه.
اول گفت که کار میتونم، حالا میگه که نمیتونم. به خدا با این کارایش کم است که مرا دیوانه بسازه خاله. لودا گپ نزن. او بچه دیوانه تو از فهمیدی؟ در زندگی فقط تو را میخواد، دیگه کسی را نمیخواه. قبول دارم حالا در مشکلات است، اما از دست مام خو کاری ساخته نیست. کاش میشد این مشکلات حل بسازم. گپ خراب میگم خاله. از برای خدا تو چی گفته میری؟ ها؟ تو همه ظلما را به تنهایی تحمل نکردی دختر جان ها؟ بانش او یک مرد است، مشکلات خدا باید با عرق پیشانیش حل بسازه. گفتنش آسان است، اما وقتی او درد میکشه مام ناراحت هستم. حتی حالا نمیفهمم کجاست و در چی حالت است. اگر رفته از دستش بگیرم کمکش کنم و در کنارش باشم چی میشه؟ کدام کار بد میشه؟ لطفا درکش کنین. تو میخوای چی کنی؟ ها؟ چی میخوای کنی؟ در او خانه پایت مانده میتونی؟ من یک مفکوری عالی دارم خاله. جانم، یک دانیم چطور هستی؟ چرا خودت اینجا زندانی ساختی؟ بیبی در پایین چقدر محفل زیبا داشتیم. در مورد تو میپرسیدن، میخواستن برات تبریکی بتن. با خدا بسیار بد شد یوسفم. کدام خوشی کدام تبریکی مادر. اینقدر مردم در اینجا چی میکنن؟ نواز شفاخانه بر آمدیم، دیدین با چی مشکلات روبرو شدیم. بازی میمانی چی است؟ آی ما چی کردیم بلیاز خدا؟ خواستم به شما کمی روحیه بتم. خواستی ما را روحیه بتی؟ ای گپای ناخوابان دگه. از ما دگه چی میخوایی؟ هر چیزی که در فکرت است او را پاک کو. درست است پاکش کو. چرا؟ مشکلات از ریشه حل میسازم، کار بدی میکنم؟ دختره مگه یک ذره عقل داشته باشی بازی قصه فکر را نمی کنی. ای که یوسف برای چی خود گفت درباره او فکر کو. دخترم آماده شدی؟ آماده هستم خاله. خانم سلطانه لطفاً یک بار اینجا بیایید. ها حالی لودم سرم چیغ میزنه، مرا پیش خود میخواه. خواهر درباره چی فکر میکنی؟ با خدا برم هیچ فکر نماندین. هر کاری که میکنم هیچ نمیتونم کسی را خوش بسازم. بس است دیگه، بس است. چوب باشین. ضرور است هر کار به دل خود انجام بدی. آی بلیاز خدا یوسف ما چی کردیم بچیم؟ ها؟ به خاطر که خداوند لطف کرد شما را دوباره به ما داد. دروغ نگوین مادر. نگوین که مفعل شکر نبود از این بیشتر در گناه غرق میشین. اما ما میفهمم شما چی میخواین بکنین. میخواین باردار بودن مادر به همگی شنوانده سر راه ما مانع ایجاد کنین. همونطور است؟ گپ مرا گوش کو. در مورد کدام رو گپ میزنی؟ این خانه تو هست. مام خانوادیت هستیم و بادام خانمت میشه. در بدنش طفل تو پرورش میافه. حالا دیگه تو چی میخوایی بکنی از برای خدا؟ ما دوای تا آوردیم یوسف. من تمام شب درباره گپای تو فکر میکنم خواهر. در مورد آینده‌ات به تشویش هستم خواهر جان. لطفا تشویش مرا نکن توبراک. به خاطر که شما با هم برسین کسای زیاد باید زندگیشان قربان کنن. آیا زندگی کسی دیگه را تباه ساخته زندگی خود ما جور میشه؟ پس زندگی ما چی میشه توبراک؟ ها؟ زندگی مام خو ویران شد. اونا هم کوشش کردن که مرا از بین ببرن تا به خوشیایشان برسن. به نظر حق معمی بود. نداشتی خواهر، اما خب دیگه اما نداره. یوسف مرا دوست داره و ما عاشق او هستم. فقط
خواهر یوسف خان متحیل است. خانم شامو را دوست داره و در ضمن او بیچاره گناهی نداره. به خاطر او من از عشق خود منصرف شوم. امیره میخوایی؟ او هم بعد از این همه اتفاقات؟ نه خیر، البته که من ایره نمیخوایم. پس مقصد چی است توپراک؟ آی خواهر چی بفهمم؟ حتما کدام راه دگم داره. فکر کنم امرای امار در حالتی که تو نمیشناخته مروسی کردم، اما اولو مرا دوست داره. من خبرت گفتم که سایه اعمال ما همیشه امرای ما هست. ببین خودتا من میره گفتم میری خواهر جان. تو بیخبر از کل چیز اونجا رفتی. دازم چیزی که شما رو تا حالا یک جای نگاه کردم، اما بین ما قسم کدام موضوع وجود نداره و با وجود بودن من و فهمیدنی گپ که یوسف مرا دوست داره، بازم امراش ازدواج کرد، حتی از مرگم استفاده کرد. عشق و تقدیر با هم دیگه مقایسه نکن توپراک. اگه حتما حالا منتظر عواقبشم هست. من میخوام تو بس بدم خواهر. تو دختر هم فکرشه تو چطور خوش پیدا میکنی؟ تو چی میگی توپراک؟ تو میخوایی چی رو برام ثابت بسازی؟ تو از کی دفاع میکنی خواهر؟ تو اصلا خوشی کی رو میخوایی؟ تو خواهر مستی، باید اول در مورد من فکر کنی. اجازه میخواستم میخوایم تو هوشیار شدی خواهر. هر کاری که در ذهنت میاد اون انجام ندی. اعمال ما از روز حتما به مقابل ما میاد. نمیخوایم اشرف شوم. مرا نصیحت نکن. تو چیزی رو نمیفهمی و من خودم فهمیدی. بهتر از پیش ازی که مرا صابری بسازی از اینجا بگی توپراک. من مشکل تو رو بسیار خوب میفهمم. حالا حلش میکنم. بگی هیچی هست؟ بر فعلا همه خبر پیشم از بعدم دیگه میهرم. با وجودی که میکنی امانت یوسف خان از بازم زبانی تا بسته کده نمیکنی. همه خبر پاس نمک هم نداری آقا رشید. نمیفهمی می دختر مثل فرشته بچه چی ضرر رسانده که تو ازش شکایت داری آقا رشید. اما این رو دیگه خدا تو نکش. به آدم های کودن پول داده کارتا پیش بردی. ای را خود میفهمی که کودن چی را میگن. ما مثل دیگه آدم ها نیستم خانم سلطانه. ای شما میمان عزیز خداست. خیر است که وضع زندگی مقدر خوب نیست. همسایه شما را در وقت بیرون شدن از خانه دیدن نمیفهمم چی جواب بدم. وام به خاطر این کارهای مخفیانه شما. من خواستم اول به شما بگویم بعدم داری مردم را بسازم. خوبی جفاره چرا از اول برم نگوشی؟ وقتی قسم تبند کردی فکرم پول میخوایی. معذرت میخوایم نتونستم برای شما مستقیما ای جفا بگویم به او خاطر. فکر میکنم اشتباه من. هرچی نباشه مادرش هستم. اگه بجای یوسف کسی دیگه می بود باز بعد از این خیانتایی که در حقش کردیم هیچ وقت مرا نمی بخشید. بدون این که فکر کنه رفته مرا به قانون تسلیم میکرد. اما او این کار نکرد. نتونست این کار کنه. اما خودشم قناعت داده نمیتونه. کجا میری بکی؟ اونا همدیگر رو پیدا کردن و ملاقات میکنن همه تو نیست؟ آی بساس بگه بابا با خدا خسته شدیم بگه دخترم تو هم بسی اطلاعات میکنی بابا جون با خدا قسم میخورم که من از این چیز خبر ندارم.
در ضمن آل طفل بچه‌ام در بطن تو پرورش می‌یافت. پیر خوب در ذهنت جای بده. بچه‌م تو را رها کنه می‌تونه؟ نه بچه‌م خوب نشناسم. چرا مادر طفل خود رها کنه؟ مادر تو هیچ گفته مرا نمی‌شنوی از برای خدا. دخترم تو کجا میری؟ شما مداخله نکنید. او خدایا تو که به میدان آوایی میبری خاله؟ نه خیر خود حالیده حالش از تجیش آمده باشه. در خانه اگالا مهمان از تو آخو نیستی بایدم جش کنه. دختر به حال تمام میمانه رفته باشه. اما او این روز با مهنت میره و تا که خانه را به ما تسلیم نکنه جای نمیره مطمئن باش. گوش که چی میگو؟ هرچی که در ذهنت از همیال برم بگو. تو به خاطر کمک کردن به یوسف خودت با خود شدی. خواهر جون متوجه خودت باش. من غلط از کار ناراحتم ساختی اما من فقط دیدم میخوایم که تو خوش باشی خواهر جون. از دقیقه که نبودم بین شما دوتا جنگ در پای شد ها؟ چیزی نیست خاله. حالا بده بریم پرواز از دست خواب دادیم. حالا لا حول ولا قوت. گل چشمت میرخ داد. هیچ انتظارشو نداشت. دختر خیلی از یک طرف ظلمایی که در کسی شده از طرف دیگر زندانی شدن مادرش. منتظر ما باش هوایم. با وصلت ما بسیار کم مونده. بسیار کم. مدعی علی جون دویان. یا خدا به تو پناه میبرم.
بازم نوشیدی بچیم؟ این وظیفه بزرگ دیگه قسم انجام دادن نمیتونستم چی کنم دیگه. پیش ازی که بیادارم سرت قار شو همه چیزا برش بگو. پدر مطمئن هستی؟ من بیادار خودم بشناسم. حالا دیگه داخل برو. حالا کاکا میفهمم که نمیخواین امرایم گپ بزنین و حتی نمیخواین روی ببینین. حق دارین، اما یک بار خوب گپایم گوش کنین. میفهمم که سیف مو اسلحه را گرفتین به خاطر که سیفت باز کردم و اسلحه را دوباره گرفتم. تمام چیزایی که میفهمین حقیقت داره. یوسف با مرمی و اسلحه زخمی شد کاکا جان. شما رو مو اسلحه زخمی ساخت. مزرعه را من خراب ساختم. ده مزرعه مواد کیمیایی ریختم. چرا ای کار کردی محمد؟ چرا ای کار کردی؟ میخواستم برام اهمیت بدین. اما نفهمیدم چطوری رو به دست بیارم. بعد از این میخوایی پیش شما باشه. اگه به پیشونیم شیله کنن حتی طرفتان بالا سعی نمیکنم. نه به گذشتیم دل میسوزونم و نه به آینده‌ام. اما ایره بفهمن کاکا جان، من بسیار پشیمون هستم. بسیار پشیمون هستم کاکا جان. حالا معاشره فشار بده و مرا از بین ببر، یا که مرا ببخش کاکا جان. در غیر صورت زندگی کردن نمیتونم. بنویس دختره. در مورد دعوایی که به سبب هدف قرار دادن کسی با ضرب گلوله بالای جون دویان در شده فیصله شد. تا چی وقت باید اینجا منتظر باشیم خانم؟ کم دیگه منتظر می باشیم. اما 1 ساعت شد خانم. اگر میشه فقط چند لحظه دیگه صبر کنین.
امی که حرکت کردن شما اونا رو تعقیب کنین. نباید بنوشین. نو از عملیات بیرون شدن. به از سرم تاثیر نمیکنه یلماز. کدام وقت شده که تنابانی مثل ما بیچاره و بیکس بخواهی به آرزوهایت برسی اما نمیتونی، مثل که پاهایت به زمین میخ شده باشه. زنگ بزن و یک تاکسی بخواه یلماز. تو از اینجا برو و مرا تنها بان. بیادر، مسئله تاکسی نیست. هر جایی که میرین من شما را میرسانم. یک قسم دلم راحت میباشه. من خوب استم یلماز. اگر کمی تنها باشم بهتر خواهد شدم. همینجا منتظرم باش تا بیایم.
دیگه راه فرار نداری حمیده خانم. حالا خواد دیدیم. اینجا چی میکنه؟ او دخترم پنهان کردی. اما پیدایتان خواهد کردم. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه. تو میخوایی چی کنی بادا؟ ها؟ مرا تعقیب میکردی؟ تو؟ ها؟ ما به خاطر چی آمدی؟ چی میخوایی؟ توانایی را داری که جبران همه دردایی را که دیدیم بپردازین؟
تو مرا هوا تو مرا میخوایی که بکشی؟ چی میشه؟ مرا نکش. هوا مرا نکش. جوابته مرا تعقیب میکردی؟ جوابته کجا میری؟ بیبی هر چی میخوایی برات میتم. هر قدر پول که میخوایی من برات میتم. بیا بیشی که گپ بزنیم هوا. با هم دیگه مشوره میکنیم. یک راه حتما پیدا میشه. هنوزم نام پول و دارایی را میگیری خانم حمیده؟ هنوزم اگه بخوایم تو را امیاله همینجا کشته میتونم. ایران میتونم برم تمام کارهای تا به کلگی بگویم تا از حقیقت با خبر شون و بفهمن تو چی یک زن پست هستی. قار نشو. من خود چیزی نگفتیم. حتما یک راه دیگه پیدا کرده. این مشکل حل میسازیم. فقط مقدر من قار نیستم. حالا اگر من تو را در اینجا بکشم ایره خب میفهمی که من را کسی جزا داده نمیتونه، چون من در دنیا نیستم. اما تو نیست؟ بدونه که چیزی بگویی از اینجا میری. موبایل خودم خاموش میکنی، جواب نمیدی. چی کنم؟ از شفاخانه نو مرخص شدی. مام درباره تو فکر میکنم یوسف، به خاطر تو تشویش میکنم. با همین خاطر مرا تعقیب میکردی؟ با من راست بگو گفتم. نه که گپای ما و مادرم شنیدی؟ ها؟ از همین خاطر تعقیبم میکردی؟ کمک! کمک! کسی اینجا است؟ کمک! کسی اینجا است؟ کمک! کمک! یعنی از ما قدر میترسی حمیده خانم؟ شما نترسین، دم اینجا باشین. من حال بالا رفته شما را از اینجا میکشم. بیبی تو باید آرام باشی. اگه نی فشارت بالا میره. بیزو مرض قلبی داری. گوشکو آلی از اینجا آرام آرام برآمده میریم و بعدن میریم در یک جای گپ میزنیم حمیده خانم. من به تو یک پیشنهاد دارم. آی شما خوب هستین؟ آی کم بود که بمارم. شما داخل آسانسور بودین خانم؟ بله در داخل آسانسور بودیم. دفتن خود به خود توقف کرد. من همیالا میرم براتان آب میارم. زنده باشی دخترم. توبه توبه، دیروز ترمیمش کرده بودیم. خانم شما خوب هستین؟ بفرمایین خانم. دکتر صاحبان منتظر شما بودن. بفرمایین که داخل بریم. نه نمیتونم. من بسیار یک کار عاجل دارم. با زودترین فرصت حلش میکنم میایم. درست است؟ خب خودتان میفهمین، اما تا اینجا که زحمت کشیدین یک بار گپ میزدین. کار دارم دخترم. بسیار خوب. اگه میترسین از زینه پایین برین. نه خیر.
از اینجا تا پایین رفتن نمیتونم. تشویش نکنین، اگر چیزی شد من همینجا هستم. درست است. تشکر میکنم. من نفهمیدم که شما چی گفته. به خدا نفهمیدم. گفتم فقط به خاطر که درباره تو تشویش داشتم تا اینجا آمدم. میخوایم همیشه همراه من باشین. نمیفهمم که تو کجا میری. وقتی از تو دور میباشم بسیار میترسم یوسف، بسیار میترسم. ساز دیگه بادا گریه نکنم. چی کنم؟ در دست خودم نیست. بادا من باید ده حق توی کار کنم. دیگه این کار تکرار نمی کنم. مرا ببخش یوسف. گپای حق و ناق زدم، اعصاب تو رو خراب ساختم. لطفا مرا ببخش یوسف. شاید به این خاطر باشه که حامله هستم. بیبی یوسف، ناق گپا تا اینجا کشاندم. اگه نه من از خودم کده بالای تو زیاد اعتماد دارم. از تو، از من، این طفل از هر دوی ماست یوسف. از این کده توفه مقبولم بودم میتونه؟ ها؟ خدایا من چرا این کارا کردم؟ بسیار از خود ناراحت هستم. واقعا از خود خفه هستم. اما چی کنم یوسف؟ تو رو بسیار دوست دارم. از امی خاطر با تو دروغ گفتن نمیتونم. حالا ما با تو چه قسم بگویم؟ بیا از یک روز از یک کس دیگه میشنم. حتما برات خواد گفتن. بس بهتر است که ما برات بگویم. هوا زنده است بادا. چی؟ بادا بادا آرام باش. بادا بله، مراد روان کردم. حال چی میکنیم؟ میریم. اما قسم بیرون میری؟ چرا؟ نیکه ترسیدی؟ راست گفتی. ما مگه بجای تو میبودم میترسیدم. بسیار میترسیدم. بفرمایید. بفرمایید. بادا آرام باش. آرام باش بادا. خدایا من چی میشنوم؟ بس از دیگه آرام باش. چطور امکان داره؟
یوسف تو هیچ میفهمی که چی میگی؟ بس است، آرام باش. باورم نمیشه یک انسان مرده چطور زنده بوده میتونه. یوسف راست میگی، باورم نمیشه. بادا گپم گوش کن. کار چیزا برات میگم، درست است؟ بیا که در یک جایی بشینیم گپ بزنیم. بیا که بریم. ما میفهمیدم کاری که کردیم قابل بخشیدن نیست کاکا جان. از هر طرف که میبینی راه نجات نداره. اما یک بار به طرف چهره مسائل کو یک چیز بگو کاکا جان. باور کن من پشیمان هستم. میفهم حال پشیمانی کدام فایده نداره. اما روزی که اسلحه را از دست من گرفتی من ایره فهمیدم. گفتم شاید این موضوع حل شده باشه. فکر کردم حتما امرای جنید گپ زده باشی. بیا از او به شرف احمق خوش میشه که من زندانی شوم کاکا جان. میفهمم مقابل خودت گردنم خم است. هر جزایی که خودت برم تعیین میکنی من راضی هستم. اگه میخوای امیال خودت تسلیم میکنم. اگه امکان داره مرا ببخش. متهم اشرف آکسو، خوب شد بخیر خلاص شدی. زنده باشی. اوراق امضا کدوم؟ خلاص شدی یعنی حال دیگه آزاد هستم، میتونم هر جایی که خواسته باشم برم؟ بله. بسیار زیاد تشکر. شما نمیفهمین من امروز چقدر خوش هستم وکیل صاحب. حالا اولین کاری که میکنم میرم و یک تاکسی میگیرم طرف میدان اویی میرم. نفهمیدم. شما خود گفتین هر جایی که خواسته باشم رفتم میتونم. من گفتم که شما فعلا به زندان نمیرین، اما تا وقتی که دعوای شما به طور کامل خلاص نشده از این شهر بیرون رفتن نمیتونین. یعنی چی دیگه؟ برای فعلا به نسبت کمبود دلایل فقط از زندان خلاص شده. آقا جنید، بیگناهی شما تا هنوز ثابت نشده. شما را یک بار دیگه به خاطر گرفتن اظهارات میخواین. همه که فیصله را شنیدین، باز هر جای رفتن میتونین. خب کدام راه دیگه وجود نداره که زودتر پیش بریم؟ یعنی به یک شکل مریضی قضیه خلاص کردن نمیتونین؟ ما یک دوست دختر دارم، به اندازه منتظر دیدارش هستم. اونا در کجا هستن؟ در امریکا. امی که قضیه ما فیصله شد تمام وسایل خود جمع کرده پیش او میرم. فهمیدم. ما کوشش خودم میکنم. ما یک قضیه دیگام دارم. روز خوش. زنده باشین وکیل صاحب. روز خوش. زنده باشین. کم دیگه هم صبر کو چشم بادمیم. هر چیز زودتر بخیر پیشت میرسم. چی شده؟ کل چیز برش گفتم. ازش معذرت خواستم. گفتم هرچی بگویی انجام میدم. خب
کل گپا بگو. او به گپای باور کرده یا نه؟ نمیفهم پدر. هیچ چیز نمیفهمم. هیچ گپ نزد. خب دیگه اگه میخوایی راستن سر موضوع بریم. بگو. چی میخوایی؟ که مرا تا اینجا آوردی؟ حتما در فکر تو کدام گپه است. تو میفهمی من از کارهای خود کرده به کارهای تو حیران میمانم حمیده خانم. اما تو مرا نمیتونی غافلگیر کنی. هر باری که درباره‌ت حد زدیم به حقیقت ما بدل شده. تو را بسیار خوب شناختیم، اما تو مرا نشناختی. فکر میکنی من مثل پدرم پول میگیرم؟ وقت گفتی پیشنهاد دارم. من فکر کردم که شاید مثل پدرت باشی. بی از او کار خوبم همی است. بسیار حوادث بد رخ داد، بسیار بد. میفهمم تو هم زیاد به تکلیف شدی. فکر کردم شاید در یک جای نو، با یک زندگی نو، تمام چیزها را فراموش کرده بخوایی به خود یک زندگی نو جور کنی. چون به خاطر این همه به پول زیاد ضرورت پیدا میکنی. راست گفتی، چون تا امروز تو کل چیزا توسط پول خریدی. میفهمم کل چیزا توسط پول خریده میتونی حمیده خانم، اما مرا نمیتونی بخری. با پولتان به من کدام زندگی نو خریده نمیتونی. به خاطری که زندگی مربوط یوسف میشه، مربوط او. با یوسف یکی دیگه خدا بسیار دوست داریم. باید دیگه با فهمیده باشی. هر کاری کنی ایره تغییر داده نمیتونی. حتی اگه من دنیای دیگه برم یا بمرم بازم تغییر داده نمیتونی. یوسف به من وعده داده که کل چیزا ایلا کنه و دوباره پیش ما بیایه. خبر دارین؟ کل چیزا، حتی شما را. تنها مانع رای ما تو هستی حمیده خانم. بجوزی که خودت تکلیف بدی دیگه هیچ چیز به دستت نخواد آمد. اما قسم گفت یعنی یوسف و تو امی چیزا گفت که با جز از ما دیگه مانی نیست؟ بله. یوسف شما را به پلیس تسلیم میکنه. یعنی که عمو تر است؟ به نظر تو بلچک زدن در دستای یک مادر کار آسانی است؟ من خب برات گفتم که یک پیشنهاد دارم. حاضر هستم کل چیزا فراموش کنم. کل چیزا، تمام کارهایی که در حقم شده فراموش میکنم، به شرطی که تو دیگه در سر رای ما نیایی. ما یکی دیگه خود زیاد دوست داریم حمیده خانم. مرا به عنوان عضو خانواده‌ات قبول کن. بازی دشمنی کارش خلاص میشه.
باور کردن نمیتونم. یعنی که تمام کارا را مادرت انجام داده همونطور است. وقتی تو خبر شدی چی کردی؟ چی میکردم باور کردن نتونستم. یوسف همراه هوا ملاقات کردی؟ یعنی تو هنوزم او را میبینی؟ باده یعنی که اگه من تمام گپای تو را قبول کنم تو تمام گپا را فراموش میکنی؟ تمام گپا را فراموش کردن مشکل است. البته اگه نیتت پاک مطمئن باش کل چیز فراموش میکنم حمیده خانم. تمام درداره دروغاره کل چیز فراموش میکنم چون یوسف زیاد دوست دارم. من هم میخوایم تو دا بین ما باشی. تحمل کردن نمیتونم. هر کاری را که میخوایی انجام بده. یوسف بزو بادرت طلاق میته. اما من هم میخوایم که درباره تو هم فکر کنه. ناراحتی او را دیده نمیتونم. نمیخوایم به خاطر مادرش جگرخون باشه. من هم میخوایم خانواده‌تان پراکنده شوه حمیده خانم. میخوایم یک زندگی خوب داشته باشیم. نباید عشقم برش گران تمام شوه. نمیخوایم از خاطر ما کسی رنج و تکلیف ببینه. حالا ضرور نیست چیزی بگویی. فکر کن. خوب فکر کن. درست است. تا وقتی که تصمیم خود بگویی من مانع یوسف میشم. نمیلیم کنه. وعدم. حمیده خانم من برات یک فرصت میتم که خود از این گرفتاری نجات بدی. لطفا اگه میشه دیگه در سر راه ما نیا. دیگه ای کار نکن. گریه نکن دیگه.
باده بیبی تو دوست ما بودی. مگایم با تو دروغ گفتیم؟ نه خیر نگفتیم. از روز اول میفهمیدی که من هوا را دوست داشتم، ولی من همراه تو بودم باده. بعد از اینکه او مرد دردش تحمل کردم، اما همیشه او را دوست داشتم. تو امیره میفهمیدی باده. درست است که من زیاد عصبانی شدم، بالا او زیاد قهر بودم، اما همیشه او را دوست داشتیم. میفهمم تو را امیدوار ساختم. تو وقتی به من امید داده بودی که هوا زنده بود یوسف، وقتی پیشنهاد عروسی کردی و خواستی همراه با یک زندگی جدید شروع کنی، اون وقت هم هوا زنده بود یوسف. بله راست میگی، اما کوشش خدا کردم. حداقل کوشش کردم، اما نشد. بیبی این موضوع حال مرا، تو را و زندگی ما را به خطر مواجه می سازه. من طفل تو را در بطن خود پرورش می دم. من متوجه مسئولیت خود هستم. ما خو نگفتیم که طفل سخت کن، طفل به دنیا بیار. بیبی هر قسمی که تو خواسته باشی همون قسم میشه. دلت بعد از تولد طفل طلاق میگیری یا دلت که همیال طلاق میگیری و من هیچ فرق نمیکنم. من پدر طفل تو میباشم. اما تا آخرین لحظه عمر خود شوهر تو بودن نمیتونم. به خاطر که کسی دیگر رو دوست دارم نمیتونم همراه تو باشم باده. بله خاله. موبایل است کیست دختر؟ موبایلی که خودت آورده بودی یادت رفته؟ ها من فکر کردم که حتما در بیرون هستی. در بیرون هستم. چی؟ دختر چرا قسم کارها را میکنی؟ چرا در بیرون گشت گذار میکنی؟ کدام دردسر برات جور نشه؟ خاله ناراحت نشو، اما من یک کاری کردم. وقتی که تو در بیرون هستی حتما کاری کردی که من عصبانی شوم. چی کردی؟ گپ بزن دختر. براتون گفته بودم که من یک مفکوره دارم نه؟ ها؟ اما کار کردم. همراه امیده گپ زدم. تو چی کردی؟ حالا بخیز دیگه باده. بیا که داخل بریم. دست روی خدا باشه. باده بس از دیگه گریه نکن. حداقل در مورد طفلت فکر کن. خدا جگر خون نساز باده. طفلت یعنی این طفل تنها از ماست یوسف؟ باده تو خوب میفهمی که منظورم این نبود. شاید هم منظورت همین بوده باشه. شاید طفل ما را تو هیچ از خود فکر نکنی. بیبی تو غلط فکر میکنی باده. باده باده درست است. من میرانم تو طرف برم. من میخوایم تنها باشم. باده در این وضعیت تنها بودن نمیتونی. یک تاکسی میخوایم هر جایی که میخوایی برو. میخوایم تنها باشم. کلیده بده. باده باده دروازه را باز کن. باده
بسیار کار خوب کردی، بسیار کار خوب کردی. تو همه قسم به کارت ادامه بده، گپای مرا گوش نکو. یک روز حتما در جنجال خودم میندازی. با خدا آن آمد. ببینین چی قسم به نظر میرسه. در دست او به مدادی هنوز میره میپرسی که چه قسم به نظر میرسه. البته که عصبانی به نظر میرسه دختر. خدایا لطفا خودت کمک ما کن. خود دیدیم کمک میکنه. من موبایل قطع میکنم. حالا برم ببینم گپ از چی قرار است. درست است؟ خال از اینکه خبر داری براشون چیزی نگویی، فهمیدی؟ نمیگم ها. برو دیگه قطع که بعدن گپ میزنیم. درست است؟ خوش آمدی خانم. دکتر چی گفت؟ کدام خبر بد خو نیست؟ بسیار گپ نزن. زود باش، برو آله فشارم بیار. با آله فشار چی ضرورت است؟ از چیرتان فهمیده میشه که فشارتان به درجه آخر بلند رفته. گپ زده اعصاب مرا خراب نکن سلطانه. برو زود آله فشارم بیار، اگر نه فشار تو رو پایین میارم. هلا درست است. جمیله آله فشار پیدا کرده، زود پایین بیار. به خاطر که کسی دیگر را دوست دارم نمیتونم همراه تو باشم. بابا این طفل ماست. این طفل از هر دوی ماست. این طفل از هر دوی ماست. اونقدر آسان نیست یوسف. تنها ماندن و رفتن اونقدر آسان نیست. دکتر وضعیتتان ندیده، از همین خاطر برتان اجازه داد. خانم در موبایلتان زنگ است. پنار جواب بده بیبی که کی است. مرا به زحمت نساز. کی است؟ یک دقیقه صبر کن خانم حمیده. مداخله نکو. در هر چیز گپ نزن. مداخله نکو. بچیم بگو کجاستین؟ در کجا می باشم دیگه یوسف؟ در خانه هستم. تو اینا رو بگی دیگه کارا رو من میکنم. برو. ما همراه بادا یک جا بودم. وقتی از خانم برآمد براش چیزی گفتین؟ نه خیر. چرا پرسیدی؟ مرا تعقیب میکرد. راست میگی؟ از کل چیز خبر داره. یعنی چی؟ شما را در کجا دید؟ در جای نیما براش گفتم. تو چی کردی بچیم؟ چی میکردم مادر بی از او خبر میشد. گفته بودم که یک روز براش میگم. خب برش چی گفتی؟ گفتم باید جدا شویم. دیگه چی بگویم؟ یعنی که تمام گپای خدا دانه دانه تطبیق میکنی مترس؟ بعد از باده نوبت ماست. در فکر خود نشین گپ ما بشنوین. ما با باده زنگ میزنم جواب نمیده.
شما یک بار براش زنگ بزنین، شاید گپ شما را قبول کنه. خدا میفهمه بدون از اینکه تو فکر کنی به دختر چی چیزا گفته باشی، بعدن به من میگی که با موبایل خود جواب نمیده. آه یوسف جان، یعنی اگر دلت به او دختر نمیسوزه، حداقل بالای او طفل معصوم خو رحم کو. تو یک روز با این کارایت هم خود هم ما را از بین خود بردی. حالا دیگه به او زنگ بزنین، بعدن به من خبر بدین. یوسف آه بچه، خیرت باشه. کدام خبر بد است؟ بیا بشنو. بسیار میخوایی که بفهمی؟ خودت باید بفهمی. از برای خدا چرا عصبانی هستی؟ فشار تنکس چرا بر صدت چرا اعصابتان خراب میکنن؟ برو باز آله فشار بیار. برو آله فشار بیار. بیا جواب پیمانا وقت میاید. تا وقت چای می نوشیم. هیچ کوشش نکن که همراهی ما گپ بزنی رمزی. حال زود خود از پیش چشمایم گم کن. یک همی کم بود. بله پدر. چطور هستین؟ انشالله که خوب هستین؟ خوب هستین. هوا چطور است؟ خوب است؟ او هم خوبه. بله بخیلم همه چیز خوب پیش میره پدر. تو هم عجب گپای میزنی بچه. در اینجا هیچ چیز خوب پیش نمیره. راست گفتین پدر، راست گفتین. گوش کن. بخیارم تو در داخل بسیار خوب خدمتشان هم میکنی ها؟ که هر دقیقه یک زنگ میزنی، اگر به هیچ کس اجازه یک زنگ زدن نمیتن. ما اول به خودت زنگ زدم پدر، خواستم اول به شما خوش خبری بدم. اونا ما را آزاد کردن پدر. راست میگی؟ بله. گرچه بعض کارهای من هنوزم باقی مانده پدر. بخیر بسیار کم مانده که شما را ببینم. گوش کنین پدر، شما نشانیتان به ما روان کنین، همی که کارایم خلاص شد، با استکت گرفته میخوایم پیش شما بیایم پدر. بله پدر. این شانس بده بیان تن گم کرد. شما دایر کردید دیدن خاموش میباشم. فکر میکنم شارژش خلاص شده. جمیله، اگه اوراق سوختانده باشه باز من همراهت کار دارم. من بیرون میرم پس میایم. اگه کسی پرسید برش بگو که بازار رفته. درست از خواهر میگم. با خدا کل اینا دیوانه شدن. باده جان، ما به خاطر آقای الماس در اینجا آمدم. برات زنگ زدم، جواب ندادی. یوسف هم برات زیاد زنگ زده، برش جواب ندادی، به تشویش شد. باز به من گفت دخترم. همه چیز برات گفتم، مطر نیست؟ وام ده چشمایم سلکته گفت. به خدا آفرین به این جرأتت دخترم.
خدا برش افشا نساختی که تو از وقت خبر داشتی. یوسف هم هیچ بالای شک نکده. خب درباره ما چیز گفت؟ بگو چیز گفت؟ نه خیر، چیز مهمه نگفت. اما به نظر من شما باید بترسیم. یوسف تصمیم خود گرفته. چشمای او بجز هوا کس دیگر نمیبینه. شما هم تا هنوز از هوا هیچ خبری ندارین، همونطور نیست؟ تو با خدایا هیچ پیدا نکردم. فقط که زمین شگاف شده باشه او در زیر زمین رفته باشه. فکر نمی کنم. یوسف به ما گفت که بسیار به راحتی گپ زده. راست میگی؟ بله راست میگم. شما خود گفته بودین او دختر گم میسازین، از بین میبرین. یوسف هم هیچ اثری از او پیدا نمیکنه. من بسیار اشتباه کردم که به شما اعتماد کردم. حال وقتش است که خودم این موضوع را خاتمه بدم. دخترم تو چی میخوایی بکنی؟ میخوایم شوهر من پس بگیرم. به خاطر این کار هر چی هستم بیایی انجام میدم. باده حال من همراه جنجال چی کنم؟ یا که در غم خود باشم خدایا. آی تو چی میکنی ها؟ محترم میشویم بسیار چتر شده بود. نمیفهمیدم که شما قدر زود مبراین. خدای من در اینجا هر کس کار دل خودم میکنه. یک دقیقه باشین خلاص میشه. نمیخوایم. کجا بریم؟ خانم کدام طرف برم؟ با شرکت پالاله برو. هوا کجا رفته بودی؟ به قدم زدن رفته بودم. بیا که داخل بریم. بیا. بیا. خوب شد که آمدی، پشت دق شده بودم. چی شده یوسف؟ کدام مشکلی پیش آمده؟
و بعد کل چیز گفتم هوا. منظورت از کل چیز چی است؟ تمام گپا گفتم برش. ای که تو زنده هستی، ای که تو را دوست دارم و همراهی او دیگه زندگی کردن هم میتونم. بفرمایید. آقا انگین سلام، من حمیده خانجی اغلو هستم. چطور هستین؟ زنده باشین حمیده خانم، شما چطور هستین؟ خوب هستم، بسیار تشکر آقا انگین. میخوایم امروز شما درباره یک موضوع بسیار مهم ملاقات کنم. اگه مسئله قضیه یوسف باشه، آقا جنید امروز در اینجا نیست. ما میخواستیم به یلماز خان زنگ زده به عرض برسانم. نه خیر، راستش یک موضوع دیگه هست که باید درباره‌اش امروزتان گپ بزنم. اگه وقت داشته باشین میخوایم که امروز پیشتان بیایم. چطور؟ چرا نه، بفرمایید. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر. باز میبینیم. یلماز خان، چرا استراحت نکردی؟ برو یک چند لحظه دیگه بخواب که کم خوب شوی. خواب کردم، من خود کاملا خسته شدم. خواستم در اینجا یک کتاب مطالعه به خود پیدا کنم. خوب کار میکنی. حال ما پیش دکتر میرم یلماز خان. باز فشار ما بالا و پایین میشه، نمیفهمم چرا. خوب دیگه، اگه به چیز ضرورت داشتی دخترها را بگو. درست است یلماز خان؟ درسته، سوپر. من میرم، خداحافظ. بخیر بریم. خب بدن چی شد؟ برش چی گفتی؟ آلو میفهمه که تو ازش جدا میشی. بسیار جگرخون شد. وقتی شنید چهرهش کاملا تغییر کرد. واقعا دلم برش سوخت. یعنی کاملا ناامید شد. تو با گفتن حقیقت بهترین کار انجام دادی. باور کن راست میگم. بالاخره این موضوع رو درک کرده کل چیز فراموش میکنه. کی میخواه با یک کس گور دوست نداشته تمام عمر خدا بگذرانه؟ هیچ کس نی. باید بفهمه که بعد از این نباید در زندگی ما مداخله کنه. به از او هیچ کس نمیخواه. اما باید از اول برش راست میگفتم. او بدون ما به کس دیگه فکر نمیکرد. اما تو هم نمیخوایی که با او باشی. تو هیچ کاری را به زور انجام ندادی. سر کسی چیزی به زور تحمیل نمیشه، سر او هم تحمیل نشده. کل چیزا به خواست خود انجام داده. خوب میفهمید که ما هم دیگر دوست داریم، اما بازم همراه تو عروسی کرد. درست از دل ما هم برش میسوزه، ولی چی کنیم؟ تو نباید خدای قدر عذاب بدی یوسف. تو هم باید فراموش کنی. یعنی که